امروز که بیدار شدم دیدم ماهی قرمز توی تنگ کج اومده روی آب. ماهی باهوشی که 3 ماه توی خونم بود. دلم از همون لحظه براش تنگ شد. برای همه وقتایی که قرار بود دیگه نباشه. آبش رو عوض کردم و کلی نازش دادم. مثل هر روز باهاش کلی حرف زدم. دلم نمیخواست حرفی توی دلم بمونه و بهش نگم و بره. روز شروع شد و توی هیاهوی روز هی برمیگشتم و نگاش میکردم. شاید میخواستم توی ذهنم ثبتش کنم. شاید میخواستم مطمئن بشم که هنوز پیشم. نهار خوردیم و داشتم برنامه اون روز رو نگاه میکردم که پسرم بهم گفت بابا زنگ زده و گفته 2 روزه باهاش برم سفر. بهش گفتم برو، اما ته دلم نمیخواستم. 2 تا سفر توی روز واسم خیلی زیاد بود. تصمیم گرفتم مثل همیشه قوی باشم. لباسهاش رو تون جمع کردم و قمقمش رو پر از شربت سکنجبین، همونی که خیلی دوست داشت. وقتی رفت گوش کردم. بوی آدم رو زنده نگه می‌داره. اومدم توی تخت و گریه کردم. خیلی زیاد. دلم واسش تنگ شده بود. واسه 2 روزی که نبود. بعد خوابم برد. و توی خواب هم ماهی سرحال بود و هم پسرک با دوستاش مشغول بازی.